درود، وقتتون بخیر. دستگاه دیگه ای که میخوام بهتون نشون بدم دستگاه تتو هست. من این دستگاه رو اولین بار که خریدم اسمش سانشاین بود، اولای فروردین. بعد از 10 بار شاید استفاده خراب شد. کلا بسیار چیز قدیمی و بدی بود و حالا این دستگاه رو گرفتم. فیبروز جدیدترین دستگاه هست و 2 درجه، 3 درجه، 4 درجه، 5 درجه داره و خیلی راضی هستم از این. دو نوع سوزنم میخوره برای لب، برای خط چشم و حتی برای بدن. اگه خواستین تتو بگیرین خودتون راحت استفاده کنین تو خونه، اینو به شما توصیه میکنم. تا معرفی دیگه، خدا نگهدار.